استقلالیت برای ملت شرفمند تاجیک نشانه عالی هویت ملی، رمز آزادی و مستقلی، سرچشمه بخت و سعادت و امید اساسی پیشرفت کشور میباشد. زیرا با شرافت این نعمت مقدس، وحدت ملی و سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان در ظرف 31 سال ما در همه ساحه‌های خواجگی خلق به دستاوردهای ارزشمند نائل گردیدیم. امروز در ناحیه واسعین ساکنان سالگرد روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با حس بلند و تندرستی و خویشتن‌شناسی و افتخار از دستاورد سالهای صاحب استقلالی تجلیل نمودند. در دایره تدبیرهای جشنی بخشیده به این صحنه سرنوشت‌ساز و تاریخی، گوشه نمایشگاه محصولات ساحه‌های خواجگی خلق و عنعنه‌های ملی تشکیل کرده شد که در آن کارخانه و کارگاه‌های استحصالی، کشاورزان دهات، کارمندان تشکیلات و مؤسسه و به عنوان هنرمندان نامگوی زیاد محصولات و نمونه هنر و استعداد خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. طور ضمنی بازدید گوشه نمایشگاه تاکید شد در ناحیه در دوام یک سال اخیر 7 کارخانه و کارگاه استحصالی بنیاد و نامگوی حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به دوره مقایسوی زیاد گردیده است. از حساب عاقلانه ثمرناک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کره آبی، کشاورزان ناحیه نیز در اجرای استحصال محصولات به دستاورد بیشتر نائل شده. امسال باید حجم استحصال مجموع محصولات کشاورزی علاوه بر دورنماد تامین کرده شود. در ساحه اجتماعی ناحیه از جمله معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و دیگر بخش‌ها نیز کامیابی‌ها نظررس ارزیابی کرده می‌شود. امسال خوانندگان، ورزشگران و عموما نورسان و جوانان ناحیه در آزمون و چاره‌بینی‌های سطح ولایتی، جمهوریوی و بین‌المللی شرکت ورزیده سزاوار مقام افتخاری گردیدند. در ناحیه برای دستگیری استعدادها و رشد هنرهای ملی نیز تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. سال روان دایره اشتراکچیان در آزمون هنرمند سال بیشتر و در قیاس به سال‌های قبلی هنرهای ملی چکندوزی و بافندگی میان بانوان رشد کرده است. جهت صاحب شغل نمودن ساکنان تاکید شد که باید به هنرآموزی جوانان توجه جدی ظاهر کرده شود. در چاره‌بینی تنتنوی بخشیده به جشن 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی و نمایندگی حکومت جمهوری تاجیکستان اومید به پیشرفت و شکوفایی کشور در سالهای استقلالیت ملی و ادامه بامرام کارهای آبادانی و سازندگی در ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه برآمد کرده ابراز داشتند که امروزها در ناحیه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد وضع اقتصادی و اجتماعی، تجدید و از نوسازی راه اتومبیلگرد تیمورملک واسع با خرج 40 میلیون سومانی لایحه بهتر نمودن تامینات آب نوشاکی، بنیاد انشاءات نوی استحصالی، ساختمان و از نوسازی انشاءات ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و عموما آبادی و تحکیم اینفراساختار دهات با وسعت جریان دارد. در اساس این نقشه چاره‌بینی‌ها تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باید زیاده از 460 انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده شود که البته از این شماره 35 عدد آن مورد بهره برداری قرار داده شده است. برای سهمگذاری در آبادی و پیشرفت ساحه‌های خواجگی خلق با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 3 نفر با مکافات دولتی، 2 نفر با افتخارنامه وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و بیش از 80 نفر کارمندان تشکیلات مؤسسه و سابقه‌داران مهنت با افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی قدرشناسی کرده شد. برای هوسمندی آموزگاران و خوانندگان و جوانان لیاقتمند در ادامه از چاره‌بینی‌های جشنی گذشت ادانه پیشاهنگان ساحه معارف و ورزش با اشتراک غالبان و جایزه‌داران آزمون و مسابقه‌ها صورت گرفت. ذکر شد که این زمان در ناحیه واسع 76 نفر خوانندگان گیرنده استیپندیای پرزیدنتی بوده. امسال خوانندگان لیاقتمند از آزمون‌های ولایتی، جمهوریوی و بین‌المللی 194 مدال از جمله 20 طلا، 50 نقره و 118 مدال برنجی به دست آوردند. چاره‌بینی‌های جشنی در ناحیه واسع با برنامه فرهنگی به موضوع استقلالیت بخشیده شده و پیشنهاد نمایش تئاتر کننده شده که زحمت و تلاش‌های فرزندان فرزانه ملت تاجیک را در راه دولتداری و دولتسازی انعکاس و تجسم می‌نمود به طور خاطرمان انجام یافت.